سلام دوستان خوبم. از این ویدیو به بعد میخوام از داستانهای پیامبران که در کتابهای معتبر آمده برایتان بگویم. چه بهتر از آدم شروع کنیم که باعث و بانی شد ما آدمیان از بهشت بر روی این زمین خاکی بیایم، سختی ها رو تجربه کنیم. بله عزیزانم، یکی بود و یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. خداوند فرشتگان را آفرید و فرشتگان به پرستش خدا مشغول بودند و خدا روی زمین گیاهان و جانوران را پدید آورد. در آن موقع روی زمین هیچ آدمی زندگی نمی کرد. روزی خداوند به فرشتگان فرمود: میخواهم در روی زمین نماینده‌ای خلق کنم و از خاک آدمی بسازم که از همه موجودات داناتر باشد. فرشتگان سوال کردند: آیا میخواهی کسانی را خلق کنی که بر روی زمین فساد کنند و خون یکدیگر را بریزند در حالی که ما تو را عبادت می کنیم؟ خداوند در جواب گفت: من می دانم چیزی را که شما نمی دانید. فرشتگان به خاطر این سؤال بی جای خود سالها به استغفار و توبه مشغول شدند و از خطا و اشتباه خود آمرزش خواستند و به همین منظور گفتند: پروردگارا، تو منزهی و ما جز آنچه به ما تعلیم داده‌ای علمی نداریم و به راستی که تو دانا و حکیم هستی. پس از این گفتگوی مختصری که میان فرشتگان و خداوند گذشت، خداوند آغاز به خلقت آدم و سرسلسله نوع بشر فرمود و خلاصه انسان را از گل آفرید و سپس در آن از روح خویش دمید و به دنبال این جریان به فرشتگان امر کرد که به آدم سجده کنند و آنها همگی به آدم سجده کردند به جز ابلیس. خداوند علت سرپیچی ابلیس را پرسید. ابلیس جواب داد که من از او بهترم، چون مرا از آتش آفریدی و او را از گل آفریدی. خلاصه ابلیس با این استدلال خود پرده از روی تکبر و سرکشی خود برداشت. خداوند به او فرمود: حالا که دستور مرا اطاعت نکردی، از دنیای فرشتگان بیرون برو و از درگاه ما خارج شو. شیطان گفت: پروردگارا، حال که چنین است پس مرا تا روز قیامت مهلت بده و زنده ام نگه دار. خدای تعالی به او گفت: تو تا آن روز معین مهلت داری و زنده خواهی ماند. شیطان وقتی خاطر جمع شد که از طرف پروردگار مهلت داده شده است، گفت: حال که مرا گمراه کردی، من هم بر سر راه راست تو در کمین انسانها می نشینم و به هر ترتیبی شده گمراهشان می سازم به جز بندگان با اخلاص تو را که از گمراهی من در امانند و مرا به آنها راهی نیست. خداوند نیز برای آن چه آدم و فرزندانش
دچار انحرافات ابلیس نشوند، در موارد بسیاری به آنها هشدار داد که شیطان دشمن آشکار شماست. مواظب باشید شما را از راه به در نکند. دوستان خوبم، لطفاً با سابسکرایب کردن کانالم مرا حمایت کنید عزیزانم. درسته پس از اینکه آدم زندگی یافت، خداوند نامها یا رموز یا حقایقی را به او یاد داد و هوشیاری و دانایی آدم بر فرشتگان هم ثابت شد و قرار شد آدم و همسر او حوا در بهشت زندگی کنند. آدم و حوا از انواع لذت‌ها و نعمت‌های بهشتی بهره‌مند شدند، مگر یک چیز که خوردن آن ممنوع شده بود. خداوند به آدم و حوا وعده داد که اگر از میوه این درخت خودداری کنید و آن را نخورید، دیگر تمام خوشی‌ها برای شما فراهم است و از گرسنگی و تشنگی و برهنگی و خستگی آسوده خواهید بود. ولی اگر میوه این درخت را بخورید بر خودتان ظلم کرده اید. مواظب باشید که از شیطان فریب نخورید. شیطان دشمن شماست و بدخواه شما. دوستان خوبم، برای شنیدن ادامه داستان آدم و حوا و چطور توی بهشت زندگی می‌کردند، لطفاً